درخت بکار، درخت‌ها برات پول در بیارن. دوستان گرامی سلام، سالک هستم، چنل سالکس NFT. امروز اومدم با یه بازی خیلی خفن که بتونی ازش درآمد دلاری ناناس بذارین جیبتون. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما چنل سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن روی آل بذارین. لینک چنل دیسکوردمون این بالا میاد، حتما جوینش بشین که اسپات برداشت همین برنامه و چیزای دیگه رو همه رو داخل تلگرام میذارم. پس اگه میخواید از اخباری چیزی کلا جا نمونین، حتما جوین چنل تلگراممون بشین. خب بریم سراغ بازی امروز بازی Grow Your Forest رو داریم. آره من خیلی خارجی هم. که لینکش براتون توی کامنت اول گذاشتم، میتونین از اون استفاده کنین و بازی دانلود کنین. دیگه دانلود چیزی نداره، فقط اینجا ننوشته مثبت 100k پلیر داره و نمرش توی پلی استور 4 و 7، یعنی نداره الان. حالا خودتون بریم بزنین میبینید توی شبیه ساز نمیاره. 4 و 7 خیلی رتبه خوبیه داره، یه کریشون میده چقدر ملت راضی هن از این 100,000 نفر، چقدر دارن لذت میبرن از این اپ. خب بریم سراغ برنامه. دوستان شما برنامه رو نصب میکنین، همون اول وارد اینجا نمیشین، اول از اون اکانت گوگل میخواد، اکانت گوگلتون رو باهاش ساینینگ میکنین، بعد به بخش آواتار داره، آواتارتون رو درست میکنین، بعد ریژنتون رو انتخاب میکنین. ایران انتخاب کنین، هیچ مشکلی نداره، راحت باشین، ایران رو انتخاب کنین. و بعد از اون میاین اینجا تو این صفحه‌ای که اومدین شما یه سری توضیحات وسط دارین میبینین، بالا یه سری اعداد، الان همه رو بهتون توضیح میدم. خب قبلش من بگم این برنامه قراره با چیکار بکنیم. خب ما توی این بازی قراره درخت بکاریم، درختامون برامون درآمد داشته باشن. خب و خب این دیگه کل پوینت بازی همینه که میخواد ترویج فرایند درختکاری باشه که خود در ادامه باز بهش برمیگردیم که چه جوری میخواد این کارو انجام بده. ولی خلاصش اینه، شما درخت میکارین، 5 دقیقه بهش فرصت میدین که مثلا به استیج یکش برسه، کلیم میکنین درآمدی که داشته رو، بعد بهش نیم ساعت فرصت میدین، دوباره کلیم میکنین، 1 ساعت و 25 دقیقه فرصت میدین و دوباره و 3 ساعت فرصت میدین، دوباره کلیمش میکنین. خب شما درخت اولی که بهتون میده رایگانه، ببینید پرایس فری رایگانه، اینو فعال کنین. بعد نیم ساعت من اینو نیم ساعت گذاشتم کاراشو انجام بده و بعدش بستم چیزو پلنشو، چون میتونید زودترم ببندینش. من بعد نیم ساعت بستم که اینم چجوریه و خب 1200 تا 1300 تا بهم از چیز داد، از خود پولای بازی داد و 40,000 تا هم از این سکه ها داد. حالا این 40,000 تا سکه بعدا برای ما میشه دلارمون که یه ذره زوم کنین بالاش نوشته این هر 10,000 سکه توی این بازی میشه 1 سنت، یعنی این 40,000 تا میشه 4 سنت. خب این ورم این 1280 تا، خب ما با از اینا استفاده میکنیم و درخت میخریم. درختای بعدی که فعال میکنیم و از این استفاده میکنیم، درختای خفن تری رو فعال کنیم، جایزه هاشون بیشترن. نکته، درختی فعال میکنید حتما تا استیج آخرش رو بذارین کار کنه و برداشت بزنین، چون استیج آخرش شما هر استیج داره این اعدادش ضرب میشه در هم، یه عدد خیلی بزرگتر میشه. یعنی بعد 3 ساعت شما برداشت بزنین استیج آخر، درآمد خیلی خفن بهتون میده همون. خب که اینجا راحت تر این فرایندش رو طی کنین، خب که بتونین درآمد داشته باشین، سکاتون رو به دلار تبدیل کنین و دلارش برداشت کنین. همه رو توضیح میدم بتونم. خب این خود صفحه اصلی این پلتفرمه که دیگه چیز خاصی نداره، یه سری توضیحات داره که چجوری حالا این کارا رو انجام بدین، اونا رو بعد از توضیح کل برنامه میدم. پس حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنین، چون یه سری اطلاعات خیلی خوب و کاربردی رو قرار آخر ویدیو بدم که باید نیاز داره قبلیاشو بدونین. پس حتما تا آخر ویدیو باشیم. خب بخش کناری این بخش اصلی بخش آدمکش که میشه بخش رفرال گیریش، شما هر دوستی رو با لینک رفرال شما وارد بازی بشه به شما 10 سنت و 20% درآمدش هم خود بازی به شما به عنوان بونوس میده. خب چیز جالبی. بعد سمت راست این بخش اصلی برنامه بخش قلب رو داریم که خب بخش دونیته که شما میتونین خیریشه دلارتون رو اینجا میدین به این خود بازی که بره درخت بکاره تو سراسر جهان، یعنی خود پول میدی که در خیریه درخت کاری شرکت کنی. خلاصش راست این ما کیسه داریم، روی کیسه برمیگردن، کیسه چیز جالبیه، ولی در چپ ترین
گزینه ممکن ما بخش برداشت رو داریم. برداشت برنامه واقعا چیز جالبیه که همش رو به توضیح میدم. چه جوری؟ اول از همه وسط صفحه شما دارین میزان داراییتون رو میبینین که الان من 4 سنت دارم که نشون دادم 40,000 تا از اون سکه ها دارم که شد 4 سنت. سمت چپ پشتیبانیه، سمت راست اینستاگرامشون. خب و این پایین داره نشون میده که توی امروز خود این برنامه 4K پرداختی داشته، $4,000 پرداختی داشته. به چند نفر؟ به 5500 نفر. و از اول این برنامه تا الان چقدر پرداخت کرده؟ 2,572,000 پرداختی داشته این برنامه. و خب پایینش داره بهتون اثبات برداشت های خودش رو گذاشته. ببین کش اوت proof of payment، این که همون اثبات برداشت پرداختی هاشه. خب یه ذره پایین تر که بیایم ما اینجا آپشن پیر اسمش دقیقا نمیدونم تلفظشو، اینو داریم که این برای ما ایرانی‌ها بی‌نظیره به چندین دلیل مختلف. یک، میتونیم ازش راحت استفاده کنیم، فیلتر نیست برامون. و از اونور مینیمم برداشتش، یعنی حد اقل نیاز برای برداشت زدن از این طریق 35 سنته، میتونید راحت برداشت بزنید. خب اگه من خودم این برداشت رو مثلا ویدیو یه اسکرین شاتش توی تلگرام میذارم، حمایت ها از این ویدیو خوب باشه، خب میام دوباره ویدیو دربارش درست میکنم، اونم اثبات برداشت رو میذارم، ترفنده جدید اگه داشته باشه تو اون ویدیو جدید میذارم. اگه حمایت خوب باشه ویدیو دومو داریم از این پلتفرم. این هم میشه از اثبات برداشت است، نحوه برداشت از این پلتفرم. خب پس ما الان فهمیدیم که ما باید گلد داشته باشیم که بتونیم دلار برداشت کنیم. خب چجوری این گلدار رو به دست میاریم؟ یک، درختامون بهمون گلد میدن. دوش این کیسه کناره. خب این کیسه کنار به ما میتونین از طریقش انجام یک سری تسک به اون گلدا برسید. ببین بهترینش این بیت لبه که 150 میلیون بهت گلد میده بین 5 تا 10 دقیقه است. این یکی هم 5 تا 10 دقیقه 150 میلیون 2000 تا. این چیزا رو وقتی انجام میدیم بهتون سکه رو میده، سکه رو میبینید دلار میکنید، از پیر برداشت میزنید. این بخش خیلی میتونه بهتون کوین بده یا سکه بده، سر همین حتما اینو انجام بدین، ازش غافل نشین. بیت لبا مثلا تاپ جو چیزای عجیب غریبشن که 150 میلیونه و خیلی سخت‌تر از چیزای دیگرن. خب ولی 2000 تا یورو راحت میتونین انجام بدین، پس حتما انجامشون بدین. خب این هم از این بخش. ولی خب اینو یه ذره شما بریم بغل ببینید این دو تای دیگه هم برای ما اومد که خب حالت عادی اونور نبود. ما توی هات آفرز بودیم که خب خودش میاد بهترین آفرایی که داره رو بهمون نشون میده. توی تسک آفر بیاین هست، باز سروی آفر بیاین هست، آفرز خود آفرای خود برنامه هست. هست آفراش زیاده. این همه آفر فعلا گذاشته، بگیم 20 تا 30 تا باشه تقریبا 50,000 تا از همین آفراش میتونین سکه جمع کنید. مثلا همین اینا حتما پیگیرش باشین، ازش غافل نشین. خب یه سری نکته وجود داره. همین بهم گفته که اینو دانلود کن 2000 تا بگیر. من میخوام برگردم حالت عادیش توی صفحه اصلی. خب صفحه اصلی شما الان باید یک سری کارها انجام بدین که برنامه رو وقتی میبندین و کارهای دیگه هم انجام میدین براتون خودش این باز تایمش بره و شما فقط نیاز باشه که مثلا سر 5 دقیقه، سر 10 دقیقه، سر نیم ساعت، سر 1 ساعت و نیم وارد برنامه بشین و برداشت بزنین. خب من اینا رو چون توی شبیه سازم الان نمیتونم ترفندش رو نشون بدم. یه لحظه میریم داخل گوشی، تو داخل گوشی بهتون نشون میدم، دوباره برمیگردیم میایم همینجا. اوکی بریم. خب بچه برای تنظیمات تو داخل گوشی که بتونه وقتی هم که توی برنامه نیستیم براتون درختکاری رو انجام بده، نیاز داره 2 تا تنظیمات رو انجام بدیم که اینا رو الان بهتون نشون میدم. فقط ممکنه جاهاش برای من فرق کنه و شما اون تنظیمات اصلی رو ببینید خودتون تو گوشیتون پیداش کنین انجامش بدین و من تو گوش خودم بهتون نشون میدم. شما وقتی روی اپ نگران میاد داخل اپ اینفو باید بهش پرمیشن نوتیفیکیشن فرستادن رو بدی که میشه هر نوتیفیکیشنیش. این اجازه رو وقتی بهش دادی این یکی از اجازه هاشه. یکی دیگهش دیسپلی اوور آدر اپسه. اینو برای گوشی من توی خود همین اپ اینفو نیستش، باید برم توی تنظیمات سرچ میکنم دیسپلی اوور آدر اپس، دوباره اون دیسپلی اوور آدر اپس یه لیست کامل از برنامه هایی که میتونن این اجازه رو داشته باشن برام میاره. پوینتر رو گرو یور فارست کلیک میکنم و خب اینو تیکشو میزنم. این تیکر رو که میزنین اجازه بهش میدین که این کار درختکاری رو وقتی هم که توی برنامه نیستیم براتون انجام بده. فقط یه نکته خیلی مهم میمونه و اون اینه که نباید برنامه رو کامل ببندین. به چه منظور؟
شما الان اینو باز کردین، حالا من اینترنت وی پی ان هم قطعه، شما اینو برنامه رو که باز کردین نه یعنی اینجا کامل اینو ببندین، نه، قطع میشه. باز که کردین به هر نحوی بیاین بیرون از برنامه، که من پیشنهاد نمی‌کنم این وسط بکشیم، بیاین بیرون، چون برای گوشی من باگ میزد اینجوری. من وقتی میخواستم بیام بیرون مجبور بودم از این بالا بیام توی تنظیمات، تو تنظیمات که اومدم بعد بیام بیرون، چون اینجوری برای من درختکاریش رو ادامه میداد. حالا برای شما ممکنه اینجوری نباشه، ولی خب این کاری که من میکردم. وقتی اینجوری میای بیرون دیگه اون تایمش میره و تو داری کارهای دیگه تو میکنی و همه چی اوکیه. آره این بود تنظیمات داخل گوشی. بخش گوشی هم که الان دیدین، حتما کارش انجام بدین که بتونه برنامه‌تون به صورت خودکار درختکاریش رو انجام بده و تایمش بگذره، که بتونید درآمد خیلی خفن از این پلتفرم داشته باشین. توضیح دیگه خیلی نمیمونه در این زمینه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه لذت برده حتما لایک کنین، کامنت بذارین، کلی انرژی میده. دمتون گرم. شب و روزگارتون خوش. فعلا خدا نگهدار.